هر کسی یه چیزی رو ترجیح میده. یکی ثروت رو ترجیح میده، یکی شهرت رو ترجیح میده. من فقط تأثیر مغزی رو ترجیح میدم. من خیابون رو ترجیح میدم. اون گربه لش خیابونی که واسه غذا سرش دیگه. اسم من علی رضاست، ملقب به ساچمر. 24 سالمه و یه رپر هستم. من اولش بازیگر تئاتر بودم، اما بعد از اینکه یه مقدار موزیک هیپ هاپ رو گوش دادم علاقه‌مند شدم که این موسیقی رو دنبال کنم و فکر کردم که میتونم اون حرفایی که توی دلم هستش و اون حرفایی که میخوام بزنم و میتونم تو این سبک بزنم و این سبک من انرژی زنم میده که اون چیزایی رو که میخوام بیان کنم. فکر میکنم الان 10 سال باشه که این کار انجام میدم. به دلیل اینکه شرایط توی ایران بسیار بسیار سخت بود برای هر کلا هنر اونجا خیلی سخته ادامه دادنش، اما وقتی شما یه خواننده زیرزمینی هستید، چون رپ هیچ مجوزی داخل ایران نداره، به همین خاطر وقتی شما یه خواننده زیرزمینی هستید بسیار بسیار خطرناک و کلا زندگی جالبی تو ایران نخواهید داشت و کلا به همین خاطر بود که من مجبور شدم که خاک ایران رو ترک کنم و خارج از کشور بیام. فکر میکنم تو سالهای اخیر تعدادشون خیلی رفته بالا، به صورتی که میتونم جرأت بگم تو هر خانواده‌ای حداقل یه خواننده وجود داره رپ یا سبک‌های متفاوتی که وجود داره. دوست داری باز واسم ناز کنی؟ نه تو فکر کردی یه بچه پاستوری زن تو بمانه میخوری دافی جیگر و چی میگی دوست داری باشی پیشم؟ میخوام بخونم تا زیرا باز بره بالا بیشتر، ولی امشب شب به جمعه است حالا بیا پیشم. ای سیگار لعنتی کن بده حالا واس من تا دختر حرفم و خیلی رخ بگم حالا واسط من وقت ندارم توی 24 ساعت خرابم توی خیابون پس سوار کن بزن میترسم حرف قرارم مردم واسمون میگی صدام خوفه باشه قبول بیا ماچت کنم تا که جاش کبول از این بحث تو نشیم و بچسبیم بهش همه بدونن اینو چه کسی نوشت ما مست و پاتیلی با دست و پا میریم تا است و تا مریخ را دست و پا کنیم. در واقع تعداد خیلی زیادی رپر وجود داره، جوری که حتی میتونم میگم تو سالهای اخیر تو هر خانواده میشه پیدا کرد یه کسی که داره خواننده است، پاپ یا رپ خیلی جدیدن زیاد شده. این به دلیل خیلی مشکلاتی که واسم پیش اومده بود برای تهیه موزیک ویدیوم مجبور شدم که خاک ایران رو ترک کنم و به اینجا اومدم. این رپ هرزه لعنتی که توش یک قرون درشه‌یم پول نیست و ترجیح میدم به میلیارد اختلاف طرز فکرم اینه زور نیست. خب رپ حس ما یک فکر خاص که ترجیح میدمش به پول اختلاف. در واقع خیلی داستان طولانی و سختی داره این داستانی که چجوری من خودم رو رسوندم به اینجا. خیلی داستان طولانی و سختی هستش. حالا ایشالله توی فرصت مناسب ترین و واسه ما رو پیدا کنم. یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم رو شونه های هم. مثل بچگی ها تو دبستان هیچ کدوممونم نیستیم بیکار در حال ساخت و ساز ایران.
We've witnessed Iranians go out onto the streets and show breathtaking courage in speaking out for liberty, for freedom, for democracy. It's important to note that the 2009 protests were not the beginning of Iran's democracy movement. Iranians have been fighting for this elusive quest for more than 100 years, and they have yet to achieve it. یکی از خاطرهایی که من هم میتونم بگم خیلی خاطره خوبیه واسم و هم خیلی خاطره ناراحت کننده ایه، همش تقریبا تو یه روز اتفاق افتاد و اون به این خاطر بود که اولین باری که من رفتم و طرفدارامو از نزدیک دیدم به صورت تو صورت، متاسفانه چون جمعیت خیلی زیادی اونجا جمع شده بود به اصطلاح اومدم و ما رو دستگیر کردن و خب این به یکی از تلخ‌ترین خاطره‌های من تبدیل شد که چند روزم تو زندان بودم به خاطر اینکه دستگیر شده بودم و همون روز خیلی خوب بود چون طرفدارامو سینه به سینه و صورت به صورت داشتم می‌دیدم و هم با دستگیریم اون روز به یکی از تلخ‌ترین روزام تبدیل شد. مخاطبام خب یه سری به اصطلاح چون من خیلی سعی کردم همیشه هیپ هاپ اصیل رو اجرا کنم، مخاطبای خاصی هستن و من خیلی دوست دارم چون من اصلا عامه پسند نمی‌کنم که عوام جامعه بتونم باش ارتباط برقرار کنن، اما موسیقیم یه حالت خاصی داره واسه همین مخاطبای خاصی هستن. منم اسم کارام اصلا میذارم تأثیر مغزی، کارهایی که انجام میدم چه موسیقی باشه چه تصویری کلا من به تأثیر مغزی ازشون اسم میبرم و اگه بخوام بگم تحت تأثیر چه کسایی قرار گرفتم خب نویسنده و به اصطلاح روشنفکرای بسیار زیادی هستن که من با خوندن کتاباشون و مطالعه کردن افکارشون تحت تاثیر قرار گرفتم. انتهای روز وقتی ماه میاد بالا میره رو آسمون لم دو تا کلمه متضاد به پاسمون نه درگیریم دائم با درگیری تو تفریح نداریم حقیقتی که تو شهر دیدیم و شهر خیابون واسه من نمیره مزهش کسی نمیتونه اونو بگیره از من اونقدر رو آسفالت جلوم میدم که توی خیابونا بمیرم از